من اومدم با ستاره اومدم. چرا نمیذاری من 2 دقیقه آهنگ بخونم؟ نه ناموسن چرا نمیذاری من 2 دقیقه آهنگ بخونم؟ همش این میاد میگن آهنگ نخون آهنگ نخون. چرا جلوی استعداد منو میگیرین؟ چرا نمیذارید اصلا صدا رو کیف کردی؟ چرا نمیذارید استعداد من شکوفا باشه؟ آقا ولش کن اینا رو ولش کن، اینا بحثا رو فراموش کن. سلام علیکم، من گراگور هستم و خوش اومدیم به یک ویدیو خفن و جدید و بمب دیگه. بچه امروز اومدیم که کلی باگ جدید فری فایر واسهتون بیارم که قول میدم تا حالا اصلا یک دونه ایرانی هم اونا رو ندیده باشه. حالا شاید یک تعداد خیلی کم اونا رو دیده باشه و البته بعضیاشون هم که شاید بعضیاتون دیده باشید. خب خلاصه بچه تا آخر ویدیو پس با من همراه باشید. ممنون میشم که کل ویدیو رو ببینید و اگه از ویدیو خوشتون اومد اگه چنل من سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. دیگه نفعی 2 تا کامنت هم بذارید که تو این وضعیت از چنل منم حمایت بشه تا واسهتون بازم چالش‌های خفن‌تر بذارید و ما هممون یه خانواده ایم دیگه. نه خانواده بعد از دیگر اعضای خانواده‌اش حمایت کنه دیگه. آره اینا حرفای قدیمی، حرفای من نیست، از اینا رو از قدیم گفتن. باید هوای همو داشته باشیم. بریم سراغ ویدیو آقا. برو. ستاره ای بابا، این ستاره کیه؟ آقا بچه این ستاره برکن میرین اینجا انفو رو میگیرین رستتون. حالا فکر کنم فقط انفو یا هر گانی دیگه. بعد داشتم آلوکو میذارید و بله اینطوری از این باگای خفن گارنایی همونطور که می‌بینید فری باگ و بله به جایی که دستش خالی باشه و این حرکت زشو مزخرفشو بکنه با گان دستتون میاد این حرکت رو میکنه و اگه داشمون کشمیرم یا همون کشمیش خودمونم بذارین و گان بگیر دستتون و این حرکت مزخرف و زشت و بد و با گان میگیره انجام میده. واقعا فاز این بازی چیه من نمیدونم. آقا اون ستاره رو فراموش کنید. من ستاره کیه امروز اومده داخل فکر ستاره؟ ولکن. و این هم این کاراکتره که بهتون قدرت جلیقه و این توصیه میداد. آره دیگه گانش حالت کلتی میگیره راستش ولی ام پی 40 گرفت دستش. باگ بعدی این مپه بچه تیم داش تیم که رفتش داخلش و این قسمت مپه باید برید جای لاستیکه بر بنازم. اصلا داش هم گاره اینا بنازم. آفرین بنازم. به نگاه کن از این باگا واسه من هم اتفاق افتاده ولی این برمودا جدیدن دیگه ازش انتظار نداشتم. زون کش شد خاک تو سرت بشه 6 9 عقب برو بازی تو بکن. اومده بچه این ویدیو یوتیوبر خارجی و باز اومده میگه داشتم پینگ پوینتی. آره خب از اینا میاد اینجا. اوه بچه اینجا رو واقعا من ندیدم تا حالا کسی برو، خودم یاد نداشتم. واقعا خیلی جوی قشنگی. برین لای بوتای درخت چی میگم جای شاخهای درخت هم میره و جای بال و خفنی ها هیچکی نمیبینتون. از اون بالا صفا سوتی صفا نه صفا ولنتاینه داشت هم برو ولنتاین بالا یه دخترم با خودت میبری و میشینید با هم دیگه در کار دیگه ای ممنون. خب دست قلب به من داد. آره خب 4مین باگ کلا 10 تا باگ میخواد به ما بگه. آره بچه این باگ داخل آپدیت جدید هم واسه من اتفاق افتاده. فکر کنم همونه که قراره چی بشه. خب مارکش کنید چی اتفاقی میفته. دوز نگاه همه چیز بعدش خوشحال. آره بچه این همون باگه واسه من هم اتفاق افتاده. اگه واسه شما هم اتفاق افتاده حتما داخل کامنت ها بگید بچه. ببین الان گان روی زمینه ولی روی زمین هیچ چیزی نیستش. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. جالب منظورم فهمیدی دیگه. خب اینجا با ماشین قان برو بنازم. به میره توی تیفال. رفت توی تیفال و ماشینم زیر زمین و همه جا که هر جا میتونید خودش جا کرد و جا شد. یعنی بین 2 تا دیوار جا کرد و زیر زمین جا شد. منظور افعال من رو باید بفهمید و اوکی باشی دیگه. خنده میکنی بی تربیت. خب رفته بالای ماشین. بخواب همونجا بخواب. خب نخواب ببچ الهی بزننت الهی داشت پروم بچه داشتم میزننش. به این چی بود ناموسن بچه. اینا شات بگیریم برین استودیو کنین گارونا رو شات کنین. وای خاک تو سر آبروش میره.
رفت زیر زمین، اینترنتش هم خاموش کرد و نمرد. کیل نشد. بنازم وای یه بازی که نزدیک 2 میلیارد دلار داره چرا باید این باگ آوردش بشه؟ خدای من دارم میمیرم. خدا چرا نزدیک 2 میلیارد دلار داری بعد این بازی؟ حالا درست بازی آنلاینی بالاخره باگی داری ولی برطرف کن تو رو خدا. جون مادرت من دارم فشار میخورم. جون مادرت چه خبرتونه؟ یعنی چی؟ تو نزدیک 2 میلیارد دلار اینترنت رو روشن کن دیگه. از این روزا کم از این ارور رو دیدم که باز ارور توی پینگ 70 هم میبینم اصلا خون میشه. اینترنت رو روشن کن داشتم از یه خدا لعنتت کنه. الان رفتی زیر زمین قانقان ماشین بازی میکنی چی بهت میدم با اینترنت خاموش. خب دوباره اومد، دوباره هم همونجاست و استارت. الان به 1 ثانیه استارت شد یا کات زد؟ آها کات زده. اومد اینجا که آها رفت جا پنج. معتادا نمیگیرم. وای این باگ سم واسه من هم اتفاق افتاده. بچه اگه واسه شما اتفاق افتاده داخل کامنت بگین. اصلا خیلی از این باگ ها مزخرف واقعا رو مخ بده. مثلا یک جو انمی دنبالت باشه بخوای سریع بری این باگ واسه بیفته بده. من واسه بعضی یاراتونم میفته یا واسه خودتون یا بعضی یاراتون واسه شما یا اوکی یا واسه یاراتون که تا اینجا میذاره و یه کفن بال میتونه باشه این. آره خب اینو گذاشت. بچه‌ها این الان منظور کارش اینه که اصلا شما سریع نرید اینو بذارید انمیا میان با این برن سر ایسکا با میسن ایسکا بوم سری میمونه داخل ایسکا اتوبوس. بگو خب یک دونه سوزن میذاری. بگو خب یارو میاد میشینه و اتفاقات بعدیشو خودتون حدس میزنی. این اتفاق میفته و اینجا مثل همونجا دیگه یارو میاد تو ایستگاه اتوبوس مثل خود خرج که الان رفت تو ایستگاه اتوبوس. حالا ایستگاه اتوبوس کجای من نمیدونم. ستاره و اتوبوس خدا اینو چیه من دارم میگم. خب ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. آها یخ میذاره میخواد بره بالا بالها. از اونایی که با ستاره میره بالا تنهایی میره بالا. یه عقاب همیشه تنهاست. برو. خب به بنازم یخت خیلی زیباست. به من بده. چند تا اسکی یخ دارم بازم. خب رفتیم بالا. میتونستی یک دو یخ دیگه هم بذاریم منگل خر بریم اون بالای سفیدک اون دکل چیه هرچی هستش نفت چی میکنم. به من چه اونا چیه؟ به من ربطی نداره اونا چیه. فشار چیه؟ این ندونی باید همین کاری کنی. برو یار تو زنم برو ریمش بده. برو 500 تا سکندری شام هم کنارت نری وایس باز میکنی 4 تا فوش نمیبینم بند میشه. خب میکروفون و اینا هم آره بچه اگه دیده باشید داخل ویدیو 2-3 روز پیش که گذاشتم این اتفاق واسه منم افتاد ولی اون بدون یخ بود. این با یخ آره با یخ داره باگ میزنه. این چه باگی؟ واقعا مسخره بازی بود. باگ نمیشد بگی و 11 بچه‌ها قرار بود 10 تا بگیم ولی این باگ نیستش که خودش اینا همه بلده اون میره این بالا و صفا سیتی 2000 years later. اون یا رو قد بلند. آره بچه خلاصه رسیدیم آخر ویدیو. من بالاخره 2 تا جم دارم. 2 تا جم وای گریه من رو یه آدم گریهش میگیره. خب وای لبه سرش یعنی من میتونم اسکی یخشم بگیرم باورم میشه خدا دارم اسکی یخشم بگیرم و این ستش هم بالاخره گرفتم و با این شلوار هری اد نده بی تربیت و دست قلب واسه شما. لایک و کامنت ها فراموش نشه. این آفر هم اومد هر کی خواست اطلاعات میدم بیاد واسم بخره. آره اوکیه. 2 تا کامنت بذاری 2 تا لایک با 2 تا اکانت میکنی 2 تا ساب با یه اکانت میکنی. آره اوکیه و داشتم وسط ویدیو اومدن دیگه. من اذیت نکنید. اینستاگرام من اصلا فالو کنید. کانال تلگرام روبیکا جوین برید. دوستتون رو هم دیسکورد من جوین میده. اونجا بعد دیگه حرف زنیم آهنگ گوش میدیم بازی میکنیم یه عالم کاره دیگه. تا یک ویدیو دیگه منتظرون باشید. نظرتون راجع به ویدیو بگید. ببخشید زیاد حرف زدم سرتون رو درد نیاوردم. داخل ویدیو بعدی حتما سرتون رو درد میارم و خدا نگهدار.